کردم. این زبان آماده میشه، میگه من گناه نکردم. الیوم نختم علی افواههم، در روز قیامت روزیه که بر این دهن مهر نهاده میشه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. این دست شهادت میدهد که تو چنین گناهی نکردی. و تشهد ارجلهم، پا شهادت میدهد که آیا چنین گناهی نکردی. الیوم نختم، امروز دهن حرف نمیزند. اگر میتوانی در صحرای محشر انکار کنی، بگی خدایا من گناه نکردم، امروز گناه کن. سروران عزیز و بزرگوار، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. همه ما گناهکاریم، نگو که من خطیبم. همه ما گناه و معصیت امروز جامعه ما، دکان ما، شهر ما، قلب ما، فامیل ما، تمام وجود ما را گرفته. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اون روزی که بر دهنها مهر نهاده شود و این دستها شهادت بدهد و پاها شهادت بدهد، او جایی که احکم الحاکمین، او جایی که عادل العادلین، او جایی که رب العالمین از من و تو حساب بگیرد. پس من و تو امروز باید متوجه حال خود باشیم. حضرت فضیل ابن عیاض، یکی از بزرگان دین و اولیای خدا و متصوفین، این انسان است، میدانیم کجا می رود، میدانیم که این انسان از چه راه توبه می کند به دوست خدا می شود. فضیل روان می شود به جاه، روان می شود رو به طرف زنا. زمانی که می خواهد به اون خانه‌ای که گناه و معصیت بود پا بگذاره، از یک گوشه دیگر صدای شنید: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. آیا روزی نرسیده که انسانهای مؤمن قلبشان بترسد و بلرزد از یاد خدا؟ زمانی که فضیل این ندا را میشنود: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، تمام وجود فضیل به لرزه می آید. سبحان الله، چی لحظه و چی صحنه و چی حالت است. فضیل بر می گرده به سوی خدا. اینجا می شود فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یکی از دوستان خدا می شود. اکثر دوستان خدا را نگاه کنیم، گناه کردن، معصیت کردن، ولی توبه نصوح کردن، توبه خالصانه و مخلصانه کردن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنین، توبه کنید به درگاه الله. توبه نصوحا، توبه نصوح، توبه خالصانه، توبه